جراحی های بینی های کج چالش برانگیز هست. بستگی داره که علت بینی کج چی باشه. گاهی وقتا ممکنه مادرزادی باشه، یعنی کلا ژنتیک بیمار صورت کج هست و بینی کج رشد میکنه. گاهی وقتا ممکنه ضربه هایی که تو سن بچگی یا سن بلوغ به بینی میخوره باعث بشه که بینی کج بشه. گاهی وقتا هم نه، توی حین بزرگسالی، حین تصادف، ضربه یا هر علت دیگه‌ای باعث میشه که بینی بشکنه و کج بشه. بر اساس اینکه چه علتی داره بینی کج، جراحی متفاوت هست. حالا ممکنه که قسمت کجی فقط تیغه بینی باشه و خود ظاهر بینی خوب باشه که حتما باید سی اسکن بکنیم ببینیم که آیا این تیغه‌ای که کج هست باعث اختلال تنفس شده یا نه. که اگر اختلال تنفس ایجاد کرده باشه، حتما درجه اول باید تنفس بیمار به حالت معمول برگردونده بشه که بعد از عمل دچار اختلال تنفس نباشه. گاهی وقتا خب ظاهر بیمار علاوه بر این که تیغه بینی کج هست، خود ظاهر بینی هم کج هست. ممکنه که طول یک قسمت استخوان نسبت به طول استخوان دیگه بلندتر باشه. این باعث میشه که تقارن بینی از خط وسط به هم میخوره و غیر قرینگی اتفاق میفته و همین کجی باعث میشه که علاوه بر سیستم استخوانی، سیستم غضروفی بینی هم به هم میریزه، دچار عدم تقارن میشه، کج میشه و علتهای متنوعی داره که ما باید پاتولوژی بینی رو حتما تشخیص بدیم و جراحیمون رو انجام بدیم. علائم مختلفی داره مریضی که بینی کج هست. خب ممکنه که شایع‌ترین علامت این باشه که اختلال تنفس داره. این مریض ممکنه بگه که من در طول روز تنفسم خوبه، موقع خواب دهانم رو باز میکنم. گاهی ممکنه که مریض توی همه حالات خوب باشه، فقط تو حین ورزش اختلال تنفس داشته باشه. و گاهی وقتا ممکنه اصلا بیمار میاد میگه من خونریزی‌های مکرر دارم و این خونریزی مکرر از علائم انحراف بینی هست، به خاطر اینکه تیغه بینی باعث میشه که ضخامت مخاط بینی کم بشه و همین باعث خونریزی‌های مکرر بینی بشه. حالا چه جراحی‌هایی داریم ما برای بینی‌های کج؟ خب عمدتاً جراحی‌ها به روش باز تو اولویت قرار میگیرن، چون حتما ما باید تو این عمل‌ها از پیوندهای متنوع استفاده بکنیم. حتما باید دید خوب داشته باشیم. استخوان‌ها طولشون با هم فرق میکنه، باید به روش‌های متنوعی تراشیده بشه، شامل استئوتومی، پیزو سرجری که این پیزو سرجری یه جراحی با یه نوع دریل هست که جراح راحت‌تر و تسلط بیشتری داره توی برش دادن استخوان و غضروف‌ها ممکنه که طولشون با هم یکی نباشه، پس باید پیوندهای غضروفی مختلفی استفاده بشه که ساپورت نوک بینی برگرده به حالت معمول، بینی برگرده به حالت تقارن و توی این عمل هم ما از پیوندهای غضروفی استفاده می‌کنیم. ممکنه که غضروف تیغه بینی به علت کجی غضروف مناسبی نباشه. غضروف دنده انتخاب بسیار مناسبی هست برامون برای غضروف‌های متعددی که توی بینی استفاده می‌کنیم و در آخر هم غضروف لاله گوش که کاربردهای خودش رو داره. پذیرش بیمار برای این نوع عمل حتما باید منطقی باشه، چون ممکنه که واقعا 100% همه چیز توی تقارن قرار نگیره. گاهی وقتا ممکنه که علاوه بر عمل اولیه 1 یا 2 سال بعد نیاز به عمل‌های ترمیمی داشته باشه برای اینکه کاملا متقارن بشه و حتی باز هم ممکنه که کاملا تقارن برقرار نشه، ولی در هر صورت احتمال بهبودی بیشترش اولویت قرار میگیره. مثلا توی سری ناهنجاری هایی که بهش میگیم شکاف لب و شکاف کام، ما نقص غضروفی رو داریم، نقص کف بینی داریم و بینی واقعا جز بینی های مشکل هست. این بیمارها حتما باید سطح توقع معقولی داشته باشن که ممکنه که همه چیز کاملا قرینه نشه و حتما توی این بینی‌ها ما باید بهشون زمان بدیم که گرفتایی که کار کردیم، پیوندهایی که کار کردیم به بهبودی خوب برسه یا به اصطلاح جوش بخوره و نتیجه قابل قبولمون رو بعد از 1 سال ما به دست میاریم.